به هر تقدیر دوستان عزیز، خداوند متعال به رسولش گفته است هذا بلاغ للناس، این قرآن کتاب تبلیغ است. خدا گفته است کتاب تبلیغ چی است؟ بفرمایید شما کتاب تبلیغ چی است؟ شما را به خدایتان برادرای تبلیغیت قرآن تبلیغ میکنه؟ تبلیغا میگوید فضائل اعمال کتاب تبلیغ است. ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من نقل دارم. در این قسمت سخنان محترم ما مدعی 3 موردن در مورد جماعت تبلیغی ها. اولا که میفرمایند که الله متعال به رسولش گفته که این قرآن کتاب تبلیغ است. دوما به خدا قسم داده نشستگان را میپرسن که آیا تبلیغی از قرآن تبلیغ میکنن. سوما میگن که تبلیغی ها میگن که فضائل اعمال کتاب تبلیغه. نعوذ بالله، اینا گویا اینطور جلوه دادن که اینا منکرن که از قرآن باید تبلیغ بشه. این 3 موردی که این بزرگوار در این قسمت مدعیان با هیچ عقل سالمی سازگار نیست. چرا؟ در مورد اول این که میفرمایند که الله متعال به رسولش گفت این قرآن کتاب تبلیغ هست. بله، قرآن کتاب تبلیغ هست، اما نه فقط قرآن فقط کتاب تبلیغ باشه. الله متعال در کلام خودشون قرآن را به نامهای مختلف یادآوری میکنن که قرآن در قرآن شفا است، که قرآن کتاب شفا است، قرآن کتاب رحمت هست، قرآن کتاب تدبر هست، قرآن کتاب تفکر هست، قرآن کتاب تبصر هست، قرآن کتاب عبرت و امثال و قرآن کتاب احکام هست. لذا قرآن راهنمای همه مسلمانان در تمام امور هست. قرآن کتاب فقه ما هم هست، قرآن کتاب ایمان ما هم هست، قرآن آینه زندگی ما هم هست. گر تو خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. از تلاوت بر تو حق دارد کتاب، تو همی کامی که از او میخواهی بیاب. لذا گفتن این عنوان که برای قرآن کتاب تبلیغ است، نه جناب، قرآن کتاب همه چیز هست. الله متعال در قرآن تبیان لکل شیء، در این کتاب همه چیز را بیان کرده. این فقط کتاب تبلیغ نیست، بله از قرآن میشه تبلیغ کرد و الله متعال در قرآن تبلیغ کرده بندگان خود را. اما چنین ادعایی که بله قرآن کتاب تبلیغ است، نه خیر، قرآن فقط کتاب تبلیغ نیست. قرآن کتابی است جامع برای همه چیزها، تبیان لکل شیء هست. در مورد مدعای دومشون که به خدا قسم خورده، این نشسته های بیچاره عوام صوفی ها را میپرسن که آیا تبلیغی ها از قرآن تبلیغ میکنن. این واقعا نامردی نیست؟ آمدن چنین مغلطه‌ای را انداختن ما بین مسلمان ها. این کتاب فضائل اعماله، این کتاب فضائل صدقاته. شما برین نگاه کنین، خود اول آخر همین کتاب ها قرآنه. هر قسمتی را که بزرگان جماعت تبلیغ آمدن روش کار کردن، در مورد فضائل صدقات کار کردن، در مورد صحابه، در مورد خود قرآن، در مورد ذکر، در مورد امر معروف نهی از منکر، در مورد اخلاص، در مورد رمضان، در هر مطلبی که نوشتن، بله اینا همه اول از قرآن تبلیغ میکنن، اول از قرآن مطلب را ثابت میکنن، اول از قرآن بیان میکنن، بعد میرسن به احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بعد به حکایات و دیگر موارد و پند اندرز اینا. البته علمای جماعت تبلیغ ما همه از قرآن تبلیغ میکنن. این 6 حرف و 6 صفت این برای عوام تبلیغی هست. همه علمای ما، طارق زمین صاحب را شما برید نگاه بکنید، سخنرانی های این بزرگوار که چند ساعت نگاه کنید، ببینید از کجا میگه. از قرآن میگه، از کجا جای دیگری آورده میگه، یا نه گرفته فضائل اعمال را دستش، فضائل صدقات را دستش گرفته باشه در سخنرانی میکنه. فضائل اعمال و صدقات این برای عوام تبلیغی ها هست که خدای نکرد اینا پاشون نلغزه، حدیث تا چپکی معنا نکنن، آیت تا چپکی معنا نکنن،
روایت را برعکس به مردم تعلیم نکنن، از روی همین کتاب چند دفعه بخوانن تا برای اینا حفظ بشه. در مورد سوم این که میگن که تبلیغی ها میگن که فضائل اعمال کتاب تبلیغ است، این حرفشون هم درست نیست. کتاب فضائل اعمال این کتاب فضائل اعمال هست. این را مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمت الله علیه به دستور مولانا الیاس رحمت الله علیه این کتاب را، این دو تا کتاب را تدوین کردن. چرا؟ فرمودن که برای این عموم مسلمان ها، عوام مسلمان ها، هر گروه هر قشری در کار جماعت تبلیغ داره شرکت میکنه و باید شرکت بکنه و هر کس باید در این جماعت بیاد و امر معروف نهی از منکر کردن را باید یاد بگیره. اگر بلد نیست، اگر خوب بلد نیست، باید خوبتر یاد بگیره. اگر طریقش را بلد نیست، باید بهتر یاد بگیره. همه مسلمان ها امر معروف نهی از منکر باید بکنن. اما این کتاب را برای عوام تبلیغی ها، برای همینا برنامه تدوین شده است تا این فضائل اعمال را وقتی میخوام به کسی تعلیم میکنن، هر کسی نیاد قرآن و احادیث به یک معنا نکنه، بلکه به همین عموم جماعت تبلیغی همین اجازه داده شده از طرف علمای خودشون که بله شما میتونید مفهوم آیات و مفهوم احادیث را به مردم بیان بکنین. مفهوم را به خاطر این گرفتن که خدای نکرده بر خدا و رسول خدا دروغ نبندن. مثالی میزنم، مثلا قرآن کتاب ما هست، حدیث هم کتاب ما هست، اما یک حنفی مذهب بیاد بگه که بله هدایه کتاب فقه ما هست. خب قرآن کتاب فقه ما هم هست، احادیث کتاب فقه ما هم هستن، فقه ما در قرآن در حدیثه. حالا یک حنفی مذهب بیاد اینجا بگه که بله هدایه فقه ما هست، شرح وقایع فقه ما هست، رد المحتر کتاب فقه ما هست. آیا این تضادی با قرآن احادیث داره؟ اینا مثل همین برادر گرامی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقه، اینا مخالف قرآن نیستن، مخالف احادیث نیستن، مخالف مذهب نیستن. اینو علمای جماعت تبلیغی برای عموم مسلمان ها تدوین کردن تا هر مسلمانی طریقه درست گفتن را یاد بگیره، بار بار تکرار بکنن از روی همین کتاب تا به نحو احسن این گفتن همین مطالب برای همین مشق بشه و اینا راحت و بدون اشتباه بتونن مفهوم مطالب را برای خانواده خودشون، برای زن بچه خودشون، برای اطرافیان خودشون چیکار بکنن؟ بیان بکنن. لذا با این شدت حدت حرف زدن که نعوذ بالله آیا تبلیغی ها از قرآن تبلیغ میکنن؟ آیا تبلیغی ها میگن که فضائل اعمال کتاب تبلیغ ماست؟ این امیدوارم که از روی غرض نباشه، امیدوارم که از روی مرض این گفته باشن این بزرگوار این حرفای خودشون را. به قسمت دیگر از سخنان این بزرگوار گوش میکنیم.